الهی که دعاهای حضرت زینت عبادت کنندگان امام چهارممون در حق هممون به اجابت برسه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. استاد محمدی شاهرودی عزیز و گرانقدر، خیلی خوش آمدید. خوشحالیم از زیارت. سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شاکر. بنده خوشحالم که خدمت شما و دوستان عزیز بیننده هستم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم حضرت دوستان عزیز بیننده و آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات روزافزون، آرزوی قبول طاعات، عبادات، نمازها، روزها، دعاها، نماز شبها ان شاء الله، قرائت قرآن که لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شهر رمضان. هر چیز بهاری دارد، بهار قرآن ماه مبارک رمضانه. انشالله خدا همه را قبول کنه. ما بحثمون در رابطه با معاد اینجا بود که می‌خواستیم اهمیت و ضرورت این بحث رو روشن کنیم. دوستان میدونن که خب علم خیلی بیشتر از اون حرف هاست که انسان بخواد همه رو یاد بگیره. بله، باید انتخاب بکنیم. آقا امروز می‌فرماید که العلم اکثر من ان یحصی فخذ من کل شیء احسنه. علوم بیشتر از اون حدی هستن که بتونی همه رو جمع آوری کنی. به دنبال بهترین ها باش. باید اول ثابت کنیم که این علمی که الان داریم یاد میگیریم و داریم با هم بحث میکنیم بهترینه. درست. و گفتیم از 4 راه میشه این کار رو ثابت کرد. یکیش راه عقله. برهان‌های عقلی داریم که یکی از ضروری ترین، مهمترین و بهترین بحث‌ها بحث معاده. چون سوال‌هایی که اطراف ما وجود داره قوام به 2 بخش تقسیم میشن. سوال‌های مهم و حیاتی که حتما انسان باید یاد بگیره. عقل میگه باید اینا رو بلد باشی. سوال‌های غیر مهم و غیر حیاتی که بدونیم خوبه، ندونیم هم مشکلی نیست. و متأسفانه ما هم بیشتر تو همین سوال‌ها هستیم، تو این چیزای غیر مهم. آره. میریم تو جاهایی که از اینها باید به خدا پناه برد. اللهم انی اسالک، اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. به تو پناه میبرم از علمی که بی‌فایده هست و وقت ما رو طلب کرد. شاید اینم به نوعی همون دعوت شیطان و نفس و اینا باشه. همینطوره دیگه واقعا. خب این که مقصد ما کجاست؟ این از ضروری ترین سوال هاست. بله. که انسان اگر مقصد رو گم کنه به مقصد نمیرسه دیگه. همینطوره. کسی که اونجایی که میخواد بره رو گم کرده. آره دیگه. هرگز به مقصد نمیرسه. و این نیاز به بصیرت داره. ولا گاهی عبادت انسان از خدا دور میکنه. یه حدیث زیبایی از امام صادق داریم فرمودن که العامل علی غیر بصیرة کالسائر الی غیر طریق فلا تزیده سرعت السیر الا بعدا. کسی بدون آگاهی و بصیرت حرکت میکنه، عمل میکنه، نماز میکنه، روزه میگیره، عبادت میکنه ولی بصیرت نداره، آگاهانه این کارو نمیکنه، مثل کسی اون که بیراه داره میره. هرچه تندتر بره از مقصد دورتر میشه. مثلا مقصد رو گم کنه اینجوری است. عقل میگه که انسان باید مقصد رو بشناسه که به سمت مقصد حرکت کنه. بحث معاد شناسی همینه. مقصد رو ما نشون میده که مقصد کجاست، چجوری حرکت کنید، چه زاد و توش امر خودتون داشته باشید تا به مقصد برسید. درست. باز وقتی به عقل مراجعه میکنیم میگه که خب حکم عقل اینه که وقتی انسان میخواد سفری بره باید راهچاه اون سفر رو بلد باشه. گردنه ها، دستاندازها، پرتگاه ها، خطرهایی که در مقابلش هست اینها رو باید بلد باشه. این در واقع کبرای برهان هست که انسان بیگدار به آب نزنه. از اون طرف سفری هم در پیشه که هیچ کس در این سفر تردید نداره. کسی هم که دین رو قبول نداشته باشه، خدا رو قبول نداشته باشه، مرگ رو قبول داره. چون میبینی که داره اتفاق میفته. سفری در پیش است بدون تردید. عقل حکم میکنه که انسان وقتی میخواد سفر بره مطالعه کنه، بیگدار به آب نزنه. پس ما باید مطالعه کنیم، تحقیق کنیم، ببینیم این سفر چه سفری است، مقصد کجاست، راه کدام است، چاه کدام است، گردنه ها کدام است. فلاقتحم العقبه و ما ادراک ما العقبه. پیغمبر میفرماد ها فراروی شما گردنه هاست و تو چه میدونی که این گردنه ها چیه؟ خب اینا انسان باید بشناسه. از این گردنه شروع میشه عبور کرد. بحث معاد شناسی یعنی این، یعنی اینکه مبدا اینجاست، دنیاست، مقصد کجاست و مسیر کجاست، مسیر کجاست، گردنه ها، دست انداز ها،
پرتگاه ها، لغزشگاه ها، اینا رو به انسان نشون میده. از این حیث هم میبینیم که باز حکم عقل اینه که حتما دنبال این معرفت باشیم. خیلی ممنونم استاد. فرمایشات شما من یاد این دو بیت انداخت. اگر اجازه بدین دو بیت رو بخونم، بعد یه فاصله دوستان بگیریم و برگردیم و با اجازه شما سوالات مردم رو شروع کنیم به پرسش. گفتش که روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم. واقعا از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود، به کجا می روم آخر، ننمایی وطنم. همه خلاصه حرف در این دو بیت می گنجه که می طلب بیشتر به این مفاهیم این دو بیت، همون جان کلام استاد محمدی شاهرودی عزیز بیشتر بیاندیشیم. اصلا فلسفه اختصاص دادن به موضوع برنامه یاد خدا به معاد هم همین هست. انشاءالله بیش از پیش بهش توجه داشته باشیم. خیلی خیلی ممنونم. بفرمایید یه چیز خوب ببینیم، برگردیم سوالات شما رو بپرسم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سوالات شما پیش روی منه، زحمت کشیدین ارسال کردین و ما با اجازهتون میپرسیم از استاد محمدی شاهرودی عزیز. فقط من دوباره طبق معمول این سلام و احوال پرسی ها و تعریف تمجیدهای شما و اینا رو نمیخونم، فقط اگر از نوشته باشین اسم مبارکتون و از کجا تماس در واقع پیامک دادین اون رو میخونم. ببخشید. گفتن برزخ کجاست؟ بعضیا میگن توی همین کره زمینه یا مثلا همین دور و اطرافه یا خارج از کره زمین. میشه راجبش صحبت بکن. اگه بچه که تو شکم مادر هست ازش بپرسن دنیا کجاست و اونم بتونه حرف بزنه و آگاهی داشته باشه، چی میگه؟ میگه همینجاست. میگه من تو دنیام الان. تو دنیام دیگه. دنیا اونو احاطه کرده دیگه. بله بله بله. ما هم الان تو برزخیم، برزخ ما رو احاطه کرده. دنیای ما با همه طول عرضش جزئی از برزخ، بطن برزخه، داخل برزخه. برزخ محیط بر دنیاست و دنیا محاط در برزخه. بنابراین نه تو آسمان. دنیا یا زمین؟ دنیا نه زمین. دنیا کل دنیا، همه عوالم. دنیا مثل رحم، نسبت رحم به دنیاست. احسن. نسبت دنیا به برزخ. احسن. الان همینجا که من و شما نشستیم، همینجا صدها بلکه هزاران تصویر وجود داره و ده ها هزار صوت. بله. تو همین استودیو که ما الان هستیم ده هزاران تصویر وجود داره، ده ها هزار صوت وجود داره. همه شبکه‌های تلویزیونی دنیا اینجا الان هست. چطور؟ یه گیرنده قوی باشه میتونی ببین مثلا شبکه فرض کن فلان آفریقای جنوبی چی داره الان پخش میکنه. بله. فلان تلویزیون، فلان رادیو مثلا چی داره پخش میکنه. بله. تلفن چی، همه اینجا هست. آره. ولی ما نه صوتی میشنویم نه صدایی میبینیم. باید یه دستگاهی باشه تا ما بتونیم. باید گیرنده باشه. اگه گیرنده باشه همه این تلویزیون ها رو میتونیم بگیم، همه شبکه‌های ما همه رو. همینجا که حالا ما نشستیم میلیاردها صورت برزخی وجود داره. گیرندش نیست. گیرندش هم هست. گیرندش هم هست، فعال نیست. روشن نیست. آره. گیرنده روشن بشه شما میتونید با خود حضرت آدم صحبت کنید همینجا. پس اینهایی که میگن چشم برزخی دارند و از عوالم غیب با خبر میشن، اونا البته حالا بر حسب اینکه باید اون چشم برزخی چقدر قوی باشه، این گیرنده چقدر قوی باشه، نسبت‌ها متفاوته. یعنی الان شما میتونید با جد هفتم خودتون صحبت کنید. خب اون موقع شما زندگی می‌کردید چجوری بود؟ الان چه خبره؟ چون در عالم برزخ هست و محیط به ماست. بله. و میتونید شما با کسانی که اون نوه هشتم خودتون صحبت کنید که حالا هنوز به دنیا نیامده. بعدا با نوه هشتم یه خورده عجیبه. چرا دیگه؟ هست دیگه تو عالم برزخمون، تا فقط اینجا نه، تو دنیا نه، به دنیا نیامده. تو برزخ الان؟ بله برزخ احاطه داره دیگه. یعنی انسان‌هایی که هنوز متولد نشدن هم در برزخ هستن، چون برزخ که زمان و مکان نداره. جالبه. آره. بنابراین اگه انسان گیرندش روشن بشه، همینجا الان اصنافی از فرشتگان حضور دارن. کرام الکاتبین هر کدامون داریم دیگه. بله. حفظ هر کدامون داریم. عده از فرشته‌ها به اعتبار اینجا که بحث علمی است، عده از فرشتگان مقرب هر جا که عده بحث علمی داشته باشن حضور پیدا میکنن.
و برای تواضع اونها بالا پرشون زیر پاشون فرش میکنن. هم اینجا که من و شما هستیم، هم بینندگان که دارن میبینن، بس علمی دیگه ما داریم بله راجع به آیات المحکمه صحبت میکنیم که از بهترین مصادیق علم. خب این فرشته‌ها اینجا حضور دارن. ارواح یا بفرمایید اونایی که در برزخن اینجا حضور دارن. حالا دیگه اصناف دیگه رو من نمیگم که وقت بینندای ما میترسن بعد میان حاج آقا راجع به فلانی صحبت کرد ما شب خوابمون اومد ترسیدیم، ولی حضور دارن. اینا هم حضور دارن ولی ما نمیبینیمشون. درباره ما هم با هم صحبت میکنن، منتها ما صداشون نمیشنویم. با خود ما صحبت میکنن ولی ما حرفاشون رو، چون گوشمون بسته، چشممون بسته. چون وقتی میری زیارت امام رضا علیه السلام اونجا میگه اشهد انهم یرون مقامی و یسمعون کلامی و یردون سلامی ولکن حجبت سمعی کلامهم. وقتی شما به امام رضا سلام میکنید جواب سلام واجبه دیگه. بله. معصوم که ترک واجب نمیکنه. نه. حتما امام رضا جواب سلام شما رو میده. ولی نمیشنوید. شما نمیشنوید. چون اون گوشی که باید بشنوه چیه؟ روشن نیست. اگه اون گوش باز بود هم امام رضا رو میدید اون چشم و هم صدای جواب سلام امام رضا علیه السلام رو میشنید. پس ما الان در بطن برزخیم. خلاصه حالا نمونه هایی که اتفاق افتاده رو ما انشالله بعدها خدمت دوستان عرض خواهیم کرد که کسانی که وارد برزخ شدند و صحنه‌های دیدن، نه به زمین رفتن نه به آسمون رفتن، همون جایی که بودن رفتند و صحنه‌های عجیب و غریب رو دیدن. وقتی هم تصمیم گرفتن برگردن باز دیدن همون جایی که هستن، نه زمانی گذشته نه مکانی طی شده. درست. خلاصه عرض می‌شد که ما الان خودمون در بطن برزخیم، داخل برزخیم. برزخ ما رو احاطه کرده و موجودات برزخی هم اطراف ما هستن. خیلی سوال برام میشه، موکول میکنم به مردم بپرسن براتون. مثلا همین که الان ما اگر بخوایم اراده بکنیم راهی هست که صداهای اطرافمون رو بشنویم یا ببینیم؟ بله چند تا راه هست که انشالله بعدا. آره انشالله سوالات مردم بپرسین، یادتون باشه. جالبه. حالا فقط یه چیز رو چک کنم دوباره. پس یعنی از ابتدای از خلقت حضرت آدم تا الانش اشکالی نداره، همه اینایی که به رحمت خدا رفتن الان در برزخن. بله. چقدر بزرگ برزخ. خب حالا اینجا من عرض کنم در واقع داریم که نسبت برزخ به دنیا مثل یک بیابان بسیار وسیع که حلقه کوچیکش توش افتاده باشه. آره یه بار دیگه هم فرمودید. اون حلقه کوچیک دنیاست، اون بیابان وسیع عالم برزخ. خیلی عجیبه. هندوانه و ارزن که گفتم. آره. حالا عجیب ترش اینه که میفرمایید از الان تا آخر دنیا هم هرچی از تا اون لحظه قیامت میشه و دیگه انسان متولد نخواهد شد هم همه هنوز الان در برزخن. چون اونجا زمان بی معنا نداره، محدودیت زمان. ببینید ما که توی تاریخ خونه نشستیم، راست میگین دیگه، یه تیکه از این قطار رو میبینیم. آره. یه واگن رو میبینیم و قبل و بعدش نمیبینیم. اما اونایی که از تاریخ‌خانه بیان بیرون، اول قطار تا آخر قطار چی، هم اون قسمتی که هنوز نیامده رو میبینن، همون قسمتی که رد شده، هر دو رو با هم میبینن. خیلی خوب. حالا داشتم به اینم فکر میکردم که هیچ کار خدا هم یک مد، مثلا اگه ما قرار بود همه این صداها رو بشنویم که سرسام می‌کردیم 24 ساعت صدای آدمای اطراف، قبلی‌ها، بعدی‌ها. ولی خب اینایی که چشم برزخی دارن یا ارتباط دارن میکنن قطعا انتخاب میکنن شاید قدرت. بله وقتی یه بخش چه چیزی رو بشنون چه چیزی رو ببینن، یه بخش ناچیزی رو میبینن ها، چون سعی وجودی ندارن کل عالم برزخ رو بخوان احاطه داشته خیلی باشن. کوچیک میشه از عالم برزخ میبینن. خب سوال بپرسین راجع به این موضوعات. من دیگه خیلی شما که دارید از عالم پس از مرگ حرف میزنید بفرمایید که کی از اونجا برگشته که خبر آورده باشه؟ بله. خب دوستان باید بحث‌های ما رو به شکل علمی و کاملا اکادمیک نگاه کنیم. بله. ما تو بحث‌های قبلی گفتیم که انسان 4 تا راه برای معرفت داره. بله. تنها راه این نیست که انسان بخواد با چشمش ببینه بعد بگه من که نرفتم ببینم. عقل هم داریم. عقل میگه عالم دیگه به نام عالم برزخ هست. عقل که قبول داریم دیگه. بله. برهان‌های عقلی ثابت میکنن که عالم دیگری غیر از این عالم هست. ما هم بعدا ان شاءالله اشاره خواهیم کرد. 2 عمده راه برای فهم اینها نقل قرآن، حدیث. ما قریب 1100 آیه در قرآن داریم که فقط در همین باره، یعنی بیش از 1/6 قرآن کلا راجع به همین حرف هست. کی به ما میگه چه خبر اون طرف؟ قرآن. کی به ما میگه که اون طرف چه خبره؟ پیامبر
اهل بیت علیهم السلام، 6 جلد از مجلدات بهار تماما بحث معاده. یعنی هزاران روایت در این باره هست. اینم از این راه ما میدونیم چه خبره. بله ما نرفتیم اون طرف ببینیم چه خبره، ولی اینا که هست موجوده دیگه. خدا را قبول داریم، سخن پیغمبر را قبول داریم. وقتی پیغمبر میفرماید که مرگ چنین است، ما میگیم خب مرگ حقیقتش اینه، قبل از مرگ این اتفاقات میفته. مطلب بعد این که خب راههای دیگه هم هست. انسان اگه بخواد ادراکات برزخیش کار کنه، الان گفتیم میتونه بره اون عالمو ببینه. از طریق رؤیا هم ما وارد عالم برزخ میشیم. تمام رؤیاهای ما از جنس برزخه. در عالم رؤیا شما این چشمتون نیست که میبینه، این گوش نیست که میشنود، این زبان نیست که سخن میگه، اینجا خوابیده. بله. هیچ کارم نمیکنه. همینطور. اون چشمی که داره میبینه حرم رو، حرم امام رضا علیه السلام رو، اون چشم همون چشم برزخیه. همون بدن برزخیه. پس از کجا؟ از رؤیا. رؤیای صادقه، همه رؤیاها از جنس برزخه. رؤیا صادقه دیگه حقیقت هم داره، اون چیزی که انسان درک میکنه عینش وجود داره. یکی هم راه دله. اگه انسان نفسش رو پاک کنه و انسان بخواد تهذیب نفس بکنه، چشم دل میبیند. بله. خدا رو میبینه، قیامت رو میبینه. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. 3-4 تا تأکید اینجا وجود. لام تأکید، نون تأکید ثقیل که خود تأکید. لترون الجحیم همینجا ها، ثم لترونها عین الیقین. در خطبه 193 نهج البلاغه مولا میفرماید که هم یعنی متقین و الجنتو کمن قد رآها و هم فیها منعمون. متقین بهشت میبینن، خودشون هم تو بهشت متنعم میبینن. هم و نارو کمن قد رآها و هم فیها معذبون. به جای رسیدن که جهنم رو میبینن، خودشون هم تو جهنم میبینن. حالا یه سوال از بینندگان داشته باشیم. خب اینا یا تو بهشتن که تو جهنم نیستن، یا تو جهنمن که تو بهشت نیستن دیگه. چطور میشه که هم بهشت رو ببینن و خودشون هم تو بهشت ببینن، هم جهنم رو ببینن و خودشون رو توی جهنم ببینن؟ پس میشه انسان همینجا که هست بهشت رو ببینه. اون حارث بن زید بود یا یکی از اصحاب پیامبر اومد دید که یک چهره عرض کنم که خمارآلود گرفته و عبادت اثر کرده بود چهرش. اینها ازش پرسید که کیف اصبحت، حالت چطوره؟ گفت اصبحت موقنا، به یقین رسیدم. پیامبر فرمود هر چی نشانه داره، نشانه یقینت چیه؟ گفت یا رسول الله بهشت رو میبینم، اهل بهشت رو میبینم که دارن اونجا متنعمن، جهنم رو میبینم، فریاد اهل جهنم تو گوشمه، دارم میشنوم. تو از جناب داره که گفت میخوای برم جلوتر؟ پیامبر فرمود ندی، همینجا باش. گفت یا رسول الله دعا کن که شهید بشم. پیامبر دعا کرد و اولین سریه رفت، ایشون شهید شد. انقدر دیگه مشتاق شده بود وقتی دیده بود که دعا کن من برم. تحمل. این شهدا که انقدر اشتیاق دارن، بله، اون بارقه حقیقت به دلشون تابیده. درسته. بله. پس میشه انسان از راههای مختلف، تنها راهی نیست که خب انسان بخواد با چشم بره ببینه. میخوایم بریم یه فاصله بگیریم بیاییم؟ با اجازه شما بفرمایید، برگردیم ادامه سوالات مطرح میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آیه 260 سوره مبارکه بقره رو با هم دیگه زمزمه کردیم که یکی از آیات معروف و مشهور قرآن کریم هست درباره معاد. به نظرم خوبه چند جمله توضیحاتش رو از استاد بشنویم و استفاده کنیم. بفرمایید. بله، در این آیه چند تا نکته است که اولا اینکه حتی حضرت ابراهیم با همه عظمتش، اون خلیل خدا هم نیاز به علم داره، نیاز به یقین داره. ما هم باید این بحث رو مطرح بکنیم تا علممون بیشتر بشه، یقینمون بیشتر بشه. همینطوره. یه رب ارنی کیف تحیی الموتی. خدا میفرماید اولم تؤمن، مگه ایمان نداری؟ قال بلی ولکن لیطمئن قلبی. هم دلم آروم بشه. این بحثا چه بیشتر انسان بدونه دلش آرامتر میشه. دیگه از مرگ نمیترسه. ترس از مرگ کمتر. هر چی آگاهیش بیشتر بشه، مرگ براش مطبوع‌تر و آسان‌تر و یه سفر کوتاهی است انسان از این طرف بخونه میخواد اون طرف بخونه. ما از جای تاریک برای این میترسیم چون هیچی نمیبینیم. میترسیم. یه ذره شمعی چیزی روشن شه، یه ذره معلوم بشه دیگه میترسیم. بله. نکته بعد این که خوبه که این چیزها رو ما هم نمایش بدیم. خدا میخواد به حضرت ابراهیم هم
کیفیت زنده شدن مرده ها رو نشون بده، بهش این کارو بکن، 4 تا پرنده بگیر و حالا ذبح کن و چنین چنان کن. و نکته بعد این که میگه میخوام به آرامش برسم، میگه باید این 4 تا پرنده رو بکشی. ما هم تا این 4 تا پرنده درون خودمون رو نکشیم به آرامش نمیرسیم. یکیش خروسه. مادامی که شهوت بر انسان حاکمه، آرامش خبری نیست. حالا که دیگه الان همه تکنولوژی و صنعت و هنر همه به این تو این راه رفتن که این میل شهوت رو، میل جنسی رو بیشتر تحریکش کنن. مادامی که انسان غرق شهوت باشه، آرامش خبری نیست. اگه میخوای به آرامش برسی باید این شهوت رو در درون خودت خاموشش کن. همینطور مادامی که انسان آرزوهای دور و دراز داره، هرگز آرامش رو نخواهد دید. زاغ و کلاغ نماد اون آرزوهای دور درازه. گردو رو جاهای دفن میکنه که هرگز به وصالش نمیرسن، یادش میره بره. و مادامی که انسان تجملگرا و تلون و هی این مبل عوض کن مبل بعدی، این ماشین عوض کن ماشین بعدی، هرگز به آرامش نمیرسه. و طاووس نماد تلون، نماد تجملگرایی است. و مادامی که انسان دنیا رو به بازی گرفته، حقیقت رو کنار گذاشته شده بازیگر، این به آرامش نخواهد رسید که کبوتر باشه. این 4 تا پرنده رو اصلا باید در درون خودش ذبح کنه. عجب. اون وقت به آرامش میرسه. چقدر قشنگ، چقدر گفت لیطمئن قلبی، گفت فخذ 4 من الطیر فصرهن الیک تا آخرش. آره. میخوای به آرامش برسی این کارو بکن. این 4 تا پرنده. خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی عالی. دست شما درد نکنه و خیلی توضیح دلچسبی بود. خب گفتن آیا ارواح میتونن از درون ما آگاه بشن؟ یعنی اصلا از نیت‌های ما، از اون چیزی که در فکر و ذهن و قلب ما میگذره، اونا با خبر بشن؟ فرق میکنن، ارواح فرق میکنن. بعضی امکانش هست، بعضی ها خیر. باز بر حسب این که چقدر سعی وجودی داشته باشه. مثلا اهل بیت علیهم السلام بله، هم در زمانی که در دنیا هستن میتونن فکر ما رو بخونن، هم زمانی که به شهادت رسیدن. اما اینکه بخوان همه این قدرت داشته باشن خیر. بله. خواب دیدن ارواح دلیلی بر درخواست ارتباط اونهاست؟ خواب از طرف خواب بیننده. ببینید اون کسی خواب میبینه عالمه، اون موردی که خواب میبینه اون معلومه. عالم فعال، معلوم منفعله. اگر شما مثلا فرض کن دوستتون از مشهد اومده تهران، شما تو خیابان از دور میبینیدش، شما او رو دیدید، اون نقشی در دیدن شما نداره، او خبر نداره که شما او رو دیدید. بله. وقتی ما خواب میبینیم غالبا ماییم که اون طرف خواب میبینیم، اون نقشی در خواب دیدن ما نداره. گاهی 2 طرفه میشه. همین میخواستم بپرسم. اون موقعی که 2 طرفه میشه، بله اون خواب ها مثلا پیام میده، میگه فرض کن من به فلان بدهکارم، فلان جمع نوشتم، برو بردار. این دیگه 2 طرفه میشه. اما غالبا اینجوری نیست، غالبا 1 طرفه. بنابراین نه، اونها نقشی در خواب دیدن ما ندارن. بله. گفتن رسیدن خیرات به اموات بهترین شکلش چیه؟ این منظور اینه که چطور میرسه یا رسیدن من میخواستم رسیدنش رو نخونم، گفتم شاید همین منظورش بوده بیننده بزرگوار. گفتن رسیدن خیرات به اموات بهترین شکلش چیه؟ یعنی بهترین راهی که برسه این خیره به اموات، حالا هر خیر. اون که اگر کار خوبی باشه، مثلا فرض کنید که حالا هر خیراتی، این که بهترین خیرات چیه؟ ادای حقوقی که به گردنشون هست. حق الناسی به گردن، این بهترین خیراتی که میشه براش داد. حق اللهی به گردنش هست. اگر شما نماز روزه مثلا فرض کن 80 بار از طرف او بری زیارت کنی، ولی 2 رکعت نماز قضا داشته باشه، او به اندازه ای که 2 رکعت نماز قضا رو بخونی راضی نمیشه. میگه کاش به جای اینکه شما انقدر هی بری از طرف من زیارت کنی، میرفتی 2 رکعت نماز قضای منو میخوندی که این بار از دوش من برداشته بشه. پس در درجه اول حقوق واجبشون رو ادا بکنیم، حالا چه حق الناس باشه چه حق الله. در درجه دوم اون کارهایی که جنبه عام المنفعه داره، اونها خیلی اثر بیشتری داره. مثلا فرض کنید که مدرسه، بیمارستانی، مسجدی، آبی در اختیار مردم قرار بگیره، نمیدونم
تبدیل میشه به اون چیزی که اونجا بهش احتیاج داره. احسن. اگه در مخمسه باشه، این میشه یک راهی برای نجات از اون مخمسه. امام فرمود که در روایت اینجوری داریم که از امام سوال کردن این خیراتی که ما میدیم چه فایده داره؟ فرمود اگه شما تو یک محفظه خفقانباری گیر کرده باشی، گرمای هوا، نبود اکسیژن، انسان داره خفه میشه و گرم میشه هم هست. بعد یه روزنه باز بشه، یک نسیم خنک و روح افزای از اون روزنه بوزد، چه حالی پیدا میکنید؟ این خیرات شما برای اونها اینجوریه. آره. که اونها رو تو اون مخمسه دلچسبه. آره، این فرمایش امام که به این شکل، که این مثال خیلی زیباست. پس اینکه چطور میرسه به اون شکلی که اونها رو خوشحال کنه. خیلی خوب. عرضم حضور شما که حالا این شب جمعه آخر سال و خیلی مردم شب جمعه آخر سال یاد میکنن از اهل قبور و پدر مادرها و گذشتگان و اینا. چقدر خوبه که این نکته که فرمودین، حالا عموما که همه تا به حال انجام دادن، اگر انجام ندادن هم حالا هر خیراتی که مقدور هست در همین لحظات آخرین شب جمعه سال رو در رحمت خدا باز و اینها ان شاءالله به روح گذشتگانتون برسه. میگیم توی ماه رمضان هم اللهم ادخل علی اهل القبور سرور. بله. آره، تو این مسیر ان شاءالله خدا توفیق به حرکت بکنه. گفت شب اول، فرمودن که شب اول قبر امواتی که چند روز معطل دفن هستن چگونه است؟ مثلا کسی که در دریا غرق میشه و بعد از مدتی جسدش پیدا میشه، شب اول قبرش کجاست؟ همون زمان مرگ یا بعد از دفن شدنش؟ باید ببینیم شب اول قبر از کجا، از این طرف یا از اون طرف. از ما که تکالیفی داریم که باید انجام بدیم یا کارهایی میتونیم برای اونها انجام بدیم، کی انجام بدیم، یا اونها که اون طرفن. خب اونها حسابشون جداست. از لحظه قبض روح شد، حتی قبل از قبض روح وارد عالم برزخ شده و تابع احکام برزخ شده. این کالا بدن رو دفن کنن نکنن، اون بحث پرسش قبر رو نمیدونم، اون بحث فشار قبر رو اونها فرقی نمیکنه که بدنی باشه نباشه، دفن بشه دفن نشه، اونها از اون طرف فرقی نمیکنه. از اون لحظه‌ای که قبض روح میشه دیگه تابع احکام برزخ است. اما از این طرف خب اسم این مثلا نماز صلات و لیلت دفنه. پس نماز یک شب نه روز، ولی که صبح دفنش کردن. بله. و 3 شب دفنه، نه شب فوت. احسن. کی باید نماز خوند؟ شبی که دفنش کردن. شب هم باید خونده بشه، از آن مغرب میشه تا اینایی که اصلا دفن نمیشن چی؟ اون شبی که منزله دفنشه. اگر بدنی داشت کی دفنش میکردن؟ 3 روز دیگه. اون شب غرق شد، بدنی دیگه پیدا نمیشه. درست. اون شبی که اگر این غرق بدن بود میخواستن کی دفن میکردن؟ اون شبی که منزله دفنشه. این اصل قضیه هست. حالا کسی بخواد احتیاط بکنه، مثلا فرض کن کسی که غرق شده بدنی نداره بخواد احتیاط بکنه، یا اینکه بناست 10 روز دیگه دفن بشه، بله، عیبی نداره که اون شبی که فوت کرده هم این اعمال انجام بدن، بعدم که دفنش کردن دوباره اون اصل همون شبی که دفن کردنه. اگه خواست یه بار انجام بده ولی همون اون ملاک باشه. بله،
همون شبی که دفنش کردن. چون خود روایت اینه که شبی که دفن شده